هر وقتا انسان دروغ میگفته است. ملائکه ها که خداوند ملائکه های را نزد ما و شما گذاشته است، برای نگاه و بین ما و شما گذاشته است، اونها از پهلوی ما میگریختند، میلند، با مقدار میل از پهلوی ما میگریختند. من نتن ما جاء به، از همان دروغی که گفتی خداوند بوی بد را بیرون میکرده است که ملائکه ها دیگر در اطراف تو ایستادن در طاقت نداشته‌اند. وقتی تو دروغ میگفته ای چگونه که پیامبر میگوید من اکل البصل و الثوم و الکراس فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکه تتعذر